سلام رفقا، چطورید؟ همونطور که توی تایتل ویدیو دید، امروز این ویدیو قراره یه بررسی روی جوکر جدید جوکر 2024 داشته باشیم و یه مقایسه های ریزی هم با جوکر قسمت اولش هم بکنیم. کارگردانش کیه؟ کارگردانش مثل قسمت قبلی تاد فیلیپسه که دیگه قسمت قبلی و بچه‌ها احتمالاً دیدن اکثرشون، و اینکه بدون اسپویل این برنامه نگاه کنید تا آخر. و اینکه امتیازهای خیلی پایینی گرفته. یه توضیحاتی داشته باشیم، بعدش امتیازها هم میگیم. فیلم جوکر 2024 دنباله‌ای برای فیلم موفق جوکر 2019 که دوباره به کارگردانی تاد فیلیپس و با بازی واکین فینیکس در نقش آرتور فلک جوکر باز میگرده. این فیلم داستان تکامل بیشتر شخصیت جوکر رو به تصویر میکشه و همچنین تو جنبه‌های روانی، شناختی و اجتماعی اون تمرکز داره. این فیلم همچنان فضایی تاریک و واقع گرایانه رو داره و از نظر لحن و سبک به فیلم اول خیلی نزدیکه. یکی از نقاط عطف این قسمت حضور لیدی گاگا تو تیم بازیگران این قسمته. رابطه و تعامل اون با آرتور فلک از نکات برجسته این فیلمه. به علاوه جنبه‌های موسیقی و فضاسازی هم نقش کلیدی رو روایت داره و باعث افزایش جذابیت فیلم میشه. داستان کلی این فیلم راجع به کمدیانی ناموفق همون آرتور فلک با بازی واکین فینیکسه که به دلیل جنایت خودش در بیمارستان آرکام استیت زندانیه. او به طور اتفاقی با عشق زندگی خودش یعنی هارلی کوین ملاقات میکنه و داستانهای عجیبی رو پشت سر میذاره. متاسفانه این قسمت نسبت به قسمت اول کمی ناامید کننده بود که جلوتر با محمد رضا حتما راجبش صحبت میکنه. How about you, Arthur? Do you still think you're a star? Showtime. خب یه معرفی مختصری دیدیم از فیلم جوکر 2. نمرش چنده توی IMDb؟ نمرش متاسفانه خیلی پایینه. همونطور که گفتیم ناامید کننده بوده این قسمت تقریبا و IMDb 53 داره و راتن تومیتوز 33% که نمرات خیلی پایینه، هم از نظر مردم که میشه همون IMDb، هم از منظر منتقدین که میشه راتن تومیتوز. قسمت قبلی جوکر 1 IMDbش 8.4 بود که به نظرم نمره خیلی قابل قبولیه توی فیلم ها، ولی خب قسمت قبلیش هم 2019 ساخته شد، 20 اینا پخش شده بود و خیلی مورد تحسین قرار گرفت و امتیازات خیلی فیلم جالبی بود. ببین من خودم جوکری که دوست دارم جوکر دارک نایت و جوکرایی باشه که واقعا کارهای دیوونه‌وار انجام میدن، ولی توی قسمت یک همین جوکر ما با یه ساید دیگه ای از جوکر کلا روبرو شدیم و یه جوکری رو دیدیم که اصلا با دنیای دی سی و اینا کلا متفاوته و دنیای جداگونه خودش رو داره. آره اصلا داستان اینجوری نیستش که اکشن خاصی داشته. یعنی ما تو همون قسمت اول هم می‌دیدیم صحنه‌های خشن داره، ولی اونجوری نیستش که مثلا مثل جوکرهای قدیمی بیاد بمب بذاره یه جا رو بتره کنه نمیدونم فلان کنه. کلا یه سبک دیگه است. فقط با اسم جوکر وارد شدن و حالا آرایشی که داره و گیریمی که میکنه. قسمت یکش خب اصلا دیگه مشخص بود دیگه، حالت جرم و جنایت داشت و فیلمش روانشناختی بود. قسمت دومش اومدن چیکار کردن؟ موزیکال کردن که خب لیدی گاگا رو که آوردن اومدن موزیکا رو، خب بالاخره یه خواننده خیلی قویه، از این لحاظ خیلی چیز خوبیه، ولی من خودم فیلم موزیکال نمیپسندم مگر اینکه یه چیز خیلی خفنی بخواد ارائه بده که متاسفانه فیلم جوکر 2 به ما این رو ارائه نمیده. از لحاظ ما بلکه آره واسه همه اینجوریه. یعنی اینجوری بهتون بگم که کیفیت رو پردهش رو که اصلا بریزین دور، اصلا نگاه نکنید، ولی نسبت به جوکر 1 اصلا مقایسه نکنید. نگاه کردن روی کیفیت پرده که کلا بی‌احترامیه. آره ولی خب برای کسایی که حالا میان سینمایی مسلماً، برای کسایی که میان میخوان نقد کنن یا جلوتر راجع به فیلم چیزی بسازن، حالا میتونن نگاه کنن. خواستم اینو اشاره کنم که بچه‌ها فکر نکنن ما همه رو میریم کیفیت پرده نگاه کنیم. عرضم به حضور شما که یه بدی که همین فیلم داره موزیکال بودنشه که موزیکاش، یعنی ببین مثلا فیلم‌های موزیکال معمولا اینجوریه که یه بخش 1 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای اون فیلم رو، پیام اون قسمت رو لالالند آفرین میان به صورت موزیکال ارائه میدن، ولی این
چیزی اون قسمت‌های موزیکالش چیزی به فیلم اضافه نمی‌کنه، از لحاظ فنی، از لحاظ فیلمبرداری، ست صحنه و همه چی فیلم خیلی قویه. یعنی واقعا از لحاظ فیلمبرداری و اینجور داستانا بازی‌هاشون جوکر تو یکش خیلی قوی تر بود. واکین فینیکس کلا قوی هم. آره ولی میگم باز تو یکش خیلی قوی تر بود. لیدی گاگا نسبت به فیلمایی که خیلی بهش هیت میشد مثل فیلم گوچی و اینا که میگفتن خیلی بد بازی میکنه، اینجا خیلی قابل قبول تر و بهتره. ولی میگم من خود من دوست دارم یه هارلی کوین و یه جوکر خیلی دیوونه تری میدیدم، یعنی کارهای دیوونه وارتری انجام میدادن. ولی خب نه هارلی کوین چیزی به این فیلم چیز خاصی تو این فیلم اضافه میکرد و خود جوکر هم که اکثرا یه رفرنسی داشت با شخصیت‌های قبلی راجع به فیلم گذشتهش که تو اون فیلم چه اتفاقاتی افتاده و یه حالت دادگاه و شهادت و اینا بود بینشون، که بازم میگم اتفاق خاصی تو 2 ساعت و خورده ای فیلم 2 ساعت و 20 دقیقه است بکنم قسمت دوم چیز خاصی تو، یعنی چیزی که انتظار داشتیم ما برای جوکر 2 با بازی لیدی گاگا که اضافه شد به عنوان هارلی کوین چیز خاصی نبود که بخواد انتظارات رو برآورده کنه. و جالب اینجاست بودجه گنده هم براش در نظر گرفته، چقدر بوده؟ بودجه 200 میلیون دلار این فیلم سینمایی ساخته شده و تا الان باکس آفیسش حدوداً میشه گفت فکر کنم 40 میلیون باشه تا اینجا که ما داریم ضبط می‌کنیم. آره هنوزم رو پرده است و میتونه عدد بالایی بگیره، اما بعید میدونم رکورد که نه، حالا اون قسمت یک خب خیلی داستانش فرق می‌کرد، اصلا خیلی مطرح‌تر بود. بازیگر جوکر اومد نقش بهترین بازیگر مرد رو گرفت و اینا، ولی بعید میدونم این فیلم خیلی بخواد چیز باشه. خیلی از ساوند ترک هایی که داشتش توی موسیقی متنایی که داشتش اصلا مثل قدیم بود، قبلی بود و اصلا نمیدونم دقیقا همون بود یا حالا شبیه اون بود. 200 میلیون رو چیکار کردن؟ 200 میلیون رو واقعا نمیدونم چیکار کردن، یعنی انگار فقط مثلا فکر کنم 100 میلیونش رو دادم به لیدی گاگا و فینیکس که بیان این فیلمو بازی کنن، چون فینیکس هم نمیدونم شنیدی توی گزارش‌ها و این اخبارا و اینا کلا یه شخصیتی داره از اینایی که میاد قراردادو می‌بنده بعد یهو مثلا 2 روز بعد میگه من نمیام سر صحنه، هیچکی هم نمیتونه پیداش کنه. بعد دوباره کلی همه میگردن واسه یه فیلم بودش، یه فیلم قرار بازی کنه که شخصیت جوکر رو همیشه قبول میکنن. عجیب غریبه نه؟ یه فیلم داره خود همین واکین فینیکس، حالا یه لحظه دور شی و جوکر یه دونه فیلم نامه نه یه فیلم نامه تازگی اومده خودش مثلا به دست گرفته که توی اون فیلم نقش یک آدم همجنسگراست و انقدر اون فیلم مثلا صحنه‌های مختلف داره. آره بهت گفته بودم اون سری، فکر کنم توی ویدیومونم بود که خود این واکینگ فینیکس دوباره یه چند وقتی پیداش نبود، کارگردان اینا پیداش نمی‌کنن اینو بیارن سر صحنه و هیچ بازیگری هم رغبت نمیکنه برای بازی تو اون نقش. کلا این شخصیت خیلی عجیب غریبی داره. ولی حالا جدا از اینا میگم من اونقدری که باید با این فیلم حال نکردم و نمیدونم خودت چرا امتیازی که بهش میدی چقدر؟ خودم در حدمون شاید مثلا 6 اینا بدم بهش، باز امتیاز خوبیه، چون میگم به فیلمیه که شما مثلا به صورت مستقل همینجوری یه جوکر هارلی کوین نگاه کنی شاید اوکی باشه خب، ولی تو وقتی با انتظار خیلی زیادی میری دیگه اون انتظار درآورده نمیشه. مثل فست اند فیوریوس که قسمت‌های اول چقدر خوب بود رفته ضعیف شد و تو الان دیگه فست اند فیوریوس جدید اونقدی ازش انتظار نداری شاید نگاه کنی. آره ولی دیگه اونقدی برات چیز میدونی انتظارتو براشون خیلی تخیلی شد. اینم دقیقاً یه چیز تو همون مایه. جوکر و هارلی کوین رو من توی چیز دوست داشتم، یه فیلم بود جرد لتو بود با مارگو رابی که اون خب مارگو رابی که هارلی کوین فوق‌العاده فاز جوکر و هارلی بیشتر به اون سبک میخوره تا این سبکی که روانشناختی باشن. آره اصلا کلا خود تات فیلیپس هم گفته این اصلا توی دنیای مثلا دی سی و اینا حالا فعلا که توی این 2 قسمت که اینجوری بوده ربطی نداره، دنیای جداگونه شو داره و کلا خب جوکر تو دنیای بتمنه. بتمن هم اینجوریه، کارگردانش مت ریوز گفته که این بتمن که من دارم میسازم هنوز قسمت 2 هم نیومده، یه اسپیناف از سریال پنگوان اومده، گفته که این اصلا دنیای جدای خودشونو دارن و قرار نیست مثلا مولتیورس شو سوپرمن بیاد یا هر اتفاق دیگه یا حالا یعنی این جوکر هم ما احتمالاً نمیبینیم با اون بتمن، یعنی این نقش رو
فینیکس رو ما تو بتمن رابرت پاتینسون نخواهیم. نبینیم هم بهتره. آره فکر کنم. نمیخوره فازش کنه. آره کلا یه ذره میگم رفتن دارک کردن. اون بتمن هم اینجوری شده، مثلا بتمن قبلی خیلی دارک تر شده. کلا سینما یکم رفته به این سمتی که دوست دارن فیلمو خیلی مفهومی کلا شدن. فیلم‌ها خیلی عجیب غریب شدن دیگه، دارن به سمت خوبی پیش نمیرن. خلاصه که اگه شما هم جوکر رو دیدید بر ما نظرتون رو بنویسید ببینیم آیا فقط برای ما اینجوری بوده یا برای دوستان هم همینجوری بوده. از این ویدیو هم که امیدوارم لذت ببرید و استفاده کنید. دوم هم حتما دنبال کنید استاکست، اونجا راجع به چیزای خفنی صحبت می‌کنیم، مثلا راجع به این قضیه پافدیدی و اینا خیلی ویدیوهای باحالی گذاشتیم. اونجا یه خورده آره اخبار جنجالی‌تر رو به روزتره. موویکست داریم اونجا هم راجع به رپ هم صحبت می‌کنیم و موارد دیگه. دمتون گرم.